با اینکه بخوایم اینو صحبت بکنیم راجع به این جنگ افزارا، باید شرح بدیم در هر کدوم چه جوری بود و بعد متوجه میشید چه فشاری روی نیروها برمی آمد. این مثلا خرید هواپیمای F-14 بود. اولین وسیله‌ای که مورد اعتراض نیروهای قرار گرفته بود خرید هواپیمای F-14 بود. در موقعی که پادشاه ایران تصمیم گرفت که یک برای پشتوانه هواپیمای F4 یک هواپیمای جدیدی خریداری بشه، از ارتش خاتمی خواست که روی هواپیمای F-14 و F-15 یه مطالعه بکنن و بعد نتیجهش بدیم. این موقع مصادف بود با موقعی که خاتمی دعوت کرده بودش چیرمن چیف آف استاف امریکا به امریکا و به هر حال خاتمی خواست که تو این برنامه رو بگنجونن تو اونجا که برای ما بریف. من تو این مسافرت همراه فرمانده نیروی رفتم. اون موقع معاون عملیاتی شدم. رفتیم در نیویورک شرق امریکا، یه بریفینگ کارخونه داد و بعدم رفتیم توی سان دیگو ایالت کالیفرنیا، هواپیمای مرمار رو اونجا پریدیم. در بیس نیوی بود. هواپیمای F-14 هم رفتیم در ادواردز ایرفورس بس که یه پایگاه آزمایشی در مهابی وزارت امریکا. رفتیم اونجا اون هواپیما رو پریدیم و بعدم که این هواپیما رو پریدیم مقایسه با F4 داشت می‌کردن برای ما کردن تو این پرواز. یه F4 رو یه F5 گذاشتن پله هم، هر دو پرواز کردیم. بعد برتری هواپیمای F-15 رو به ما نشون دادن که حتی به F4 که ما آشنا بودیم باش چی هستش. موقعی که کارمون تموم شد برگشتیم بیایم، من بعد رو خاتمی گفتم که من لندن قرار بود پیاده شم، یک کاری داشتم بعد برگردم. گفتم بهش که من درفت تو هواپیما، گفتم من این درفت تهیه کردم اونو بدم به آژدانتون که بده به افسر من این برنامه یادداشت رو باشه. گفت ما که F-14 نمیتونیم بخریم، F-14 اصلا هواپیما که نیست ما استفاده کنیم. گفتم حالا من نوشتم و اینا. گرفت و آمد به تهران و من در این چیزی که من نوشته بودم یعنی مزایای این هواپیمای F-15 رو نسبت به هواپیمای F-14 ذکر کرده بودم. همه کسانی که خونده بودن اینو دیگه نمیتونستن این ردش بکنن. این هواپیما اولین چیزی که گفتم این هواپیماست که فقط برای دفاع هوایی، در صورتی که اون هواپیماست که دوال میشن انجام میده، هم دفاع هوایی هم بمبر چیزه. قیمت اون هواپیما 36 میلیون دلاره، قیمت این هواپیما 9 میلیون دلاره مال F-15. سومین آیتم این بود که ما پرسنل خارجی نمیخوایم برای راه‌اندازی هواپیما، چون خیلی وسایل شبیه F4 که ما داریم، در صورتی که اون هواپیما رو باید 300 تا خارجی بیاریم و اون 300 تا خارجی هم که بیاریم مسئله‌مون این بود که اینا برای ما در هیچ مورد متخصصین خارجی که مورد استخدام می‌کردیم برای عملیات پرواز نمی‌دادن، برای آموزش می‌دادن. یعنی مثلا ما تا که لش شده بود نمی‌تونستیم در یه عملیات هواپیما پرواز بدیم. این یکی از دیس‌ادوانتیج‌هاش شد. تست اکویپمنت ما احتیاج نداریم. همه تست اکویپمنت F4 مال اینه. این میلیون ها دلار ها. گفتم اینا هم همه رو داریم، جاهاش هم داریم، همه کاریم. اگر ما F-14 بخریم 30% اون چیز رزمیمون، قابلیت رزمیمون میاد پایین، برای اینکه باید این تعداد خلبانای با تجربه رو توی F-4 بکشیم بیرون بذاریم توی F. اگه اون هواپیما رو بخریم 120% قابلیت رزمی رو بالا، یعنی ما به ازای 70 هواپیما که خریدیم میتونیم 280 هواپیما F-15 بخریم. همینه که اسرائیل هم خریده بود. اسرائیل هم اولین هواپیما بعد از F-4 F-15 خرید. اینا رفت و ما گزارشمون رو داده بودیم و گفتن که عرض اعلیحضرت رسید، به ما جوابی ندادن. خاتم در این موقع مسافرت بود. این
نامه‌ای که ما ستاد بزرگ داشتیم به ترتیب طوفانیان خونده بود و در غیاب خاتم که تهران نبود یه تیمی را آورد به تهران، تیم گرومانا. تیم گرومان که آمد تهران رفتن در کاخ عرضات بریف کردن. طوفانیان تشخیص داده بود اون چیزی که ما بریف کردیم به درد نمیخوره، اون که ایش میاره بریره. تعداد سناتور هم با این تیم آمده بود. اینا رفتن اونجا و مسئله که امضا شده بود به هر حال اینه که این گرومان فقط دو تا کشور یک کشور داره، خودمون نیوی هستیم و این گرومان داره ورشکست میشه و اگر ما تنها کشوری که بهش میتونیم بفرستیم بشیم شما. بنابراین اگر شما بخرید ما میتونیم این گرومان از ورشکستگی نجات بدیم. هیچ کس از نیروی هوایی تو اون جلسه نبود، هیچ کس، فقط مستشارا رو دعوت کرده بودن و طوفانیان بود و بعد محصل اون بریفینگی بود که الازه تصویه افورتی رو بخرید.